اگر قرار باشه یک بازی شوتر رو بسازی، گیم کریتور یک ماژول خیلی خوب رو ارائه داده به اسم شوتر. ابتدا مثال هاشو بریم با هم دیگه ببینیم و بعدش یک مثال رو به صورت عملی با هم دیگه کار کنیم. مثال اول رو باز میکنیم و پلی رو من میزنم ببینیم چه امکاناتی داره این شوتر. خب گفته که شما با گرفتن کلید ای اسلحه رو بر میدارید. راست کلیک رو بزنید هدفگیری میکنه و اگر چپ کلیک بزنید شلیک میکنه. در حال حاضر تیر نداره. بریم اینجا تیر رو با زدن کلید ای برداریم و آر رو بزنیم که ریلود کنه و یک بار دیگه تیر میزنیم. مثال جالب بود و بریم جلوتر مثال دیگر رو ببینیم. این سری میتونه چند تا اسلحه رو داشته باشه. اسلحه روولور که کلت معمولی بود که در ابتدا دیدیم. اسلحه بعدی میشه تیر و کمان. تیر رو بزنیم تیر رو بر میداره و حالتش چارجینگ رو داره. اسلحه بعدی میشه نارنجک. خیلی خوب داره عمل میکنه. بریم اسلحه بعدی. اسنایپر رو داره. حالت اسکوپ دوربین رو هم داره. این 4 مدل حالا تایپ اصلی هست که داره استفاده میکنه. بریم جلوتر. حالت تیراندازی تاپ داون رو داریم. این نمای دوربین از بالا هست. اگر راست کلیک رو بگیریم و شلیک کنیم جایی که موس هست در واقع به همون سمت شلیک میکنه. مخصوص بازی هایی است که از بالا به پایین هست. حالت ساید اسکرول هم رو پشتیبانی میکنه. تو این دمو کاراکتر میتونه به چپ و راست بره. ساید اسکرول هست. میریم قسمت امو تیر رو بر میداریم. راست کلیک رو میگیریم. با جهت موس میبینیم که کاراکتر اصلی ما به سمت موس خیره شده و تیر بزنیم یک بازی ساید اسکرول رو میشه به راحتی با این سبک انجام داد. بریم مثال بعد رو ببینیم. نمای اول شخص رو داره. اگر قصد بازی اول شخص رو بسازید به خوبی پشتیبانی میکنن و هوش مصنوعی برای کاراکترهای مقابلتون رو هم داره. اینجا در ابتدا من هوش مصنوعی داره ما رو دنبال میکنه. من از هر سریع بردارم. بله ما رو کشتن. سمت راست با میبینیم تعداد گلوله هایی که داریم در حال حاضر رو میبینیم. و خیلی کارهای دیگه هم میشه باش انجام داد. پس یک پکیجی هست که بیشتر روی اسلحه داره تمرکز میکنه که نحوه این که یک اسلحه اختصاصی خودتون رو بر اساس این 4 تا تایپ اصلی بسازید و ازش تو بازی برای حتی انمی هاتون هم استفاده کنید.
خب بریم یک پروژه رو با هم دیگه بسازیم. من یک پروژه جدید ایجاد میکنم، یک کف رو طبق معمول اضافه میکنم، مختصاتش رو میارم روی 0 و متریال گرید رو بهش میدم. خب هم راحتی ما یه دونه کپ ساختیم، یه دونه پلیر به پروژه‌مون اضافه میکنیم از قسمت کاراکتر، یه دونه هم کاراکتر معمولی رو اضافه میکنیم که فعلا در حال حاضر قراره بشه انمی ما. میکشمش عقب‌تر به حالت و یه دونه کامرا موتور رو هم اضافه میکنم که حالت دوربین سوم شخص رو به ما بده. برای اینکه کاراکترمون از حالت شوتینگ پشتیبانی بکنه توی کامپوننت شوتر رو تایپ میکنیم. پلیر شوتر رو برای پلیرتون باید انتخاب بکنید و برای کاراکترتون هم کاراکتر شوتر رو باید انتخاب بکنید که پشتیبانی بشه. برای شروع من برای پلیرم یه دونه تریگر تعریف میکنم. زمانی که کلید ای رو زد روی کیبورد یک اسلحه رو برداره. پس توی ایونت هم آن کی داون رو تایپ میکنم، کلید ای رو پیدا میکنم و یک اکشن رو براش تعریف میکنم. بریم فولدر شوتر ببینیم چه حالتهایی رو داره. درا وپن رو داره، مثل سیستم میلی هست، میتونه حالا یه اسلحه رو برداره. اینجا در حال حاضر اینجا پلیر ما هست، میگیم این پلیر میتونه کاراکتر یا چیزای دیگه هم باشه. پلیر ما اسلحه‌اش رو بهش انتصاب میدیم. 4 تا تایپ اصلی رو داره، شما میتونید اسلحه خودتون رو ایجاد بکنید، تو این لیست حاضر میشه. در ادامه نوع اسلحه ایجاد کردنم یک مثال رو براتون توضیح میدم. ما اینجا بهش میگیم که روبلبر 7 تیر ما به قولن اضافه بشه، بردارتش و در شروع توی مکانیک این بازی اینجوری هست که باید تیر رو هم بهش انتصاب بده، یعنی اسلحه باید بهش مقدار خشاب تعیین بشه. از اکشن گیو امو استفاده میکنیم، میگیم که پلیر ما برای این اسلحه که بولت اسمش هست انتخاب میکنیم و مقدار تیری که قراره به حالا این اسلحه اضافه بشه رو بهش میدیم، مثلا به عنوان مثال 100 تا و ایم هم فعال بشه، یعنی هدفگیری هم همون لحظه انجام بشه. دوباره توی شوتر وپن ایمینگ رو فعال میکنیم. اینجا توی ایمینگ استاپ ایمینگ داره، میتونه غیر فعالش بکنه. حالت دوربینی که دیدین تاپ داون باشه یا سوم شخص باشه از اینجا میشه کنترلش کرد که ما در حال حاضر ایم کامرا دایرکشن رو در نظر میگیریم. و یه نکته خیلی مهم وجود داره، چون توی سوم شخص خود کاراکتر رو وسط در نظر میگیره، به درد ما نمیخوره. یکم باید دوربین تارگتش آفست داشته باشه، مثلا در حد یه دونه که مثلا انگار یکم راستر هست، وگرنه تیر زدن اعمال نمیشه. خب یک بار دیگه ما چک کنیم، ای رو میزنیم و اسلحه برداشته شده، ولی اگر چپ کلیک بزنم هیچ اکشنی نداره، به دلیل اینکه کاراکتر ما اکشنی براش تعریف نشد برای تیر زدن. اکشن تیر زدن هم دوباره یه دونه ایونت دیگه تعریف میکنم. تریگر چپ کلیک موس رو براش در نظر میگم، ماوس داون رو انتخاب میکنم، چپ کلیک یک اکشن بهش میدم
و تو این اکشن بهش میگم که پلیر ما باید تیر بندازه اینجا و پنشوت رو انتخاب میکنه. اینجا دو تا مود داره، تک تیر انجام بشه یا براست یا چند تیر همزمان. این برای اسلحه‌ای مثل کلاشو که پشت سرن قراره تیری رو ارسال بکنن در نظر گرفته شده، میشه حالت مختلف براش در نظر گرفت. خب بریم یک بار دیگه کلیدی رو میزنیم. اولین بار خودش اتوماتیک ریلود میکنه. میبینید که سیستم تیراندازی به راحتی فعال شده. اگر بخواید که ریلود رو به صورت دستی رو کیبوردتون اضافه بکنید، دوباره یه اکشن دیگه ای من تعریف میکنم. کلیدمون رو انتخاب میکنم. آن رو بهش انتصاب میدم. اکشنی هم که براش در نظر گرفتم برای ریلود کردن هست. توی فولدر شوتینگ، توی فولدر شوتر ریلود وپن رو انتخاب میکنم و اینجا یک چک باکس داره میگه که صبر بکنه تا انتهای ریلود کردن، تا انتهای انیمیشن در واقع ریلود کردن. این گزینه اختیاری هست و میتونید در نظر بگیرید یا خیر، بستگی به نوع اسلحه‌تون داره در واقع. بریم برای پلیرمون و برای انمیمون مقدار جان رو در نظر بگیریم. یعنی اگر تیر بهش خورد از جانش کم بشه و زمانی به صفر رسید کاراکتر از بین بره. من برای جفتش استات رو اضافه میکنم که هلت داشته باشم کاراکترامون. و برای انمی اینجا اسمش رو میذاریم انمی که مشخص باشه. برای انمی یه دونه تریگر تعریف میکنم و توی ایونتش اینجا از این قسمت توی شوتر یه دونه ایونت خودش تعریف کرده، آن رسیف شات، یعنی زمانی که تیر بهش خورد یه کاری رو انجام بده. من اینجا یه شرطی رو میذارم، میگم که اگر جان کاراکتر من حالا مقدار جان رو در نظر میگیریم، اتریبیوت رو انتخاب میکنم. اینجا به جای پلیر گیم آبجکت رو انتخاب میکنم، انمی رو بهش میدم و اینجا توی اتریبیوت هلت رو انتخاب میکنم. میگم اگر جانش کمتر از مساوی صفر بود یه کاری رو انجام بده. چه کاری رو برای من انجام بده؟ این کاراکتر رگدالش فعال بشه و توی قسمت کاراکتر کنترلش هم از بین بره، دیگه کاراکتر حرکت نکنه، در واقع نتونه کار دیگه انجام بده. اینجا کاراکتر رو بهش میدیم، انمی رو بهش انتصاب میدم و قابل کنترل نباشه. خب بریم ادامه. اینجا در غیر این صورت رو هم براش تعریف بکن. در غیر این صورت اکشن چی کار بکنه؟ از جان کاراکتر کم بکنه. چجوری؟ ست اتریبیوت رو سرچ میکنید. اینجا به جای پلیر من گیم آبجکت رو انتخاب بکنم، انمی رو بهش میدم، میزان جانش هر سری به عنوان مثال 20 ازش کم بشه و یک بار دیگه چک بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اسلحه رو برمیداریم، بریم توی دیباگینگ ببینم چه اتفاقی. بله از جان کاراکتر ما کم کرده. خب من اینجا اشتباهی کردم، زمانی که بهش گفتم که کاراکتر رو از بین ببر در واقع خودم رو بهش داده بودم، حالا اشتباه فنی بود، مشکل نیست، قابل حل هست. اینجا به جای پلیر باید کاراکتر رو انتخاب میکردم و انمی رو بهش میدادم هم راحتی. خب و برعکسش هم باید در نظر بگیریم. من این پروژه رو سیو بکنم داشته باشمش.
و برعکسش هم باید انجام بدیم. چجوری؟ برای پلیرمون هم همین کار رو انجام بدیم. میتونید همین اکشن ها رو کپی بزنید یا اینکه نه جداگونه بسازید براش. من برای اینکه پروژم یکم نصب پیدا بکنه حالا اینا رو میذارم توی یک گیم آبجکت، اینجا هم بذارم شوتر اکشن. دوباره برای پلیرمون هم مثل انمیمون عیناً کپی پیست میزنم برای اینکه دوباره گویی نشه. خب من کپی کردم، فقط با این تفاوت توی کاراکترش حتما باید پلیر رو برای هم بخش رو انتخاب بکنید که من تبدیل کردم. خب به چه دردی میخوره؟ فعلا خب انمی ما هیچ هوش مصنوعی رو نداره. برای انجام این کار یه هوش مصنوعی خیلی بیسیک بهش میدم. میگم که اگر تیری خوردی در واقع هوش مصنوعی فعال بشه. حالا میشه حالتهای دیگر رو هم براش در نظر بگیریم. پس توی ایونتی که اینجا داره، توی تریگری که تیر میخوره یه دونه اکشن هم اضافه میکنم، اسمشو میذارم اکتیو اتک. برای شروع به کاراکترم یه اسلحه رو انتصاب میدم. پس توی قسمت شوترش درا وپن رو انتخاب میکنه. اسلحه‌ای که بهش میدم اینجا همینجا روبرول هست و 10 تا تیر رو هم بهش میدم. میگم چه کاراکتری باشه. اینجا کاراکتر رو من حتما باید بزنم گیم آبجکت و انمی رو بهش بدم. اینجا میذاریم گیم آبجکت و انمی رو بهش میدم. خب آمار رو هم انتخاب میکنم، بولت رو بهش میدم، مثلا به عنوان مثلا 10 تا تیر رو بهش میدیم و چیکار کنه؟ تارگت رو بذاره. خب یه اکشن دیگه من باید ایجاد بکنم که دائما تکرار بشه. بعد اینکه تیر خورد شروع کنه دنبال کردن پلیر ما و تیر رو انجام بده. من یه اکشن دیگه زیر مجموعه میسازم، اسمشو میذارم شوتینگ و توی اکتیو اتک این شوتینگ رو بهش میدم. اینجا چی کار بکنه؟ ابتدا فالو بکنه، پلیر ما چه کاراکتری؟ کاراکتر انمی ما فالو بکنه چی رو؟ پلیر رو با این فاصله. بعد از 2 ثانیه تیر بندازه. حالا تعداد تیرهایی که میتونه بندازه رو میتونه مشخص کنه، 2 تا 3 تا تیر بندازه. وپن شوت رو انتخاب میکنم، به جای پلیر گیم آبجکت رو انتخاب میکنم، انمی رو بهش میدم، دوباره یه ویت دیگه و ریستارت اکشن رو بهش اضافه میکنم. قبل از هر چیزی یک بار دیگه مرور بکنید یه سری تغییرات من دادم. انمی شما پلیر رو دنبال میکنه، 1 ثانیه صبر میکنه، بعدش حتما باید ایم کنه انمی به سمت پلیر شما. این نکته خیلی مهم هست که چجوری باید باشه. شما شوترتون میشه انمی و اینجا ایمینگش رو باید بزنن رو حالت ات پوزیشن و گیم آبجکت رو میتونید حالا هر قسمت از بدن پلیر رو میتونید در نظر بگیرید، دست، پا، سر، ولی به سمت انمیتون حرکت میکنه و نشونه گیری میکنه. تو قسمت شوتینگ هم میتونید حالا رو حالت سینگل بذارید یا چند تیره، که اگر روی چند تیره بذارید میگید تعداد تیر رو به من بگو. ما فعلا اینجا تک تیر میخوایم و یه نیم ثانیه هم صبر بکنه و دوباره ریستارت کنید، چرخ دائما تکرار بشه. خب با هم دیگه بریم این دمویی که تا الان ساختیم رو ببینیم. ای رو میزنم، ریلود میکنم و یک تیر به دشمنم میزنم. دشمن سریع اسلحه‌اش برمیداره و به سمت من شروع میکنه به شلیک کردن. همونجور که میبینید مقدار جان انمی و پلیر در حال کم شدن است و اگر
اونی که زودتر بتونه حالا حریف رو از پا در بیاره رگدول براش فعال میشه. در البته شما میتونید بازی های سبک شوتینگ رو بسازید. خب بریم ادامه که چجوری این روال شوتینگ میشه انجام داد و اسلحه ساختن به چه صورت هست.